ای پروردگار من، میدانم که کاتبان بغض می‌ورزند و کاهنان مصمم به قتل منند. مرا از دامهای ایشان برهان، زیرا تنها تویی رهاننده من. مترس ای عیسی، زیرا هزار هزار از آنان که ساکنند بالای آسمان نگهداری می‌کنند جامه های تو را. بدان که نخواهی مرد تا پایان جهان. برخیز برخیز ای عیسی، ای فرزند مریم پاک. امشب شب قدر است، شبی که هر سال در آن من و فرشتگان مقرب برای اجرای اوامر پروردگار تو بر اهل زمین فرود می آییم. امشب من به همراه اسرافیل، میکائیل و عزرائیل به سویت نازل شدیم تا امر خدای را بر تو ابلاغ کنیم. خداوند می‌فرماید ای پسر مریم، من تو را همین امشب از جهان برمیگیرم، پاک و طاهرت ساخته و با آسمان قدوس خود تو را رفعت می‌بخشم. مکر دشمنان تو را به سوی خود ایشان باز می‌گردانم. پس آنان مکر می‌ورزند و ما نیز مکر می‌ورزیم، به درستی که ما این بهترین مکر ورزان. لبیک یا جبرائیل. لبیک یا جبرائیل. پس خودش کجاست؟ پس خدای عجیب کاری عجیب کرد. فرزند شمعون اسخریوطی در رخسار و آوا چنان به عیسی شباهت یافت که ما شاگردان، حتی آن کس که این واقعه را روایت می کند، باور کردیم که حواری خائن همان استاد ماست.
همه باور کردند جز یک تن. بارنبا بلند شو، پاشو دیگه. بارنبا پاشو. پتروس برخیز، همه بیدار شید. استاد اینجاست. درم باز کنید. رومیا درو بشکم بیارسه. بیا. مرتید چرا درو باز نمی کنی؟ خودشه، بگیریدش. اونجاست، از اونجا رفت. دوستان عیسی ناصری فرار کرده، اینجا نیست. خودشه، دستگیرش کنید. چشماشو ببندید، چهرهشو بپوشونید. چیکار میکنین؟ ببریدش.